خب یک سوالی واقعا درباره همین سوال بسیار حتی بین برادرایی که علم دارند گاگا بحث می شود. درباره سپند آمده است داملا. اینجا میپرسند که آیا در خانه سپند یعنی هزار اسپند دود کردن جایز است، ممکن است گفته پرسیدند؟ هیچ واقعی ندارد. همچون برای مثلا طبابت، همچون برای بوی خوشش استفاده بردن هیچ گپ نیست. لیکن اعتقاد کردن که دود کردن سپند فلان خوشبختی ها رو میارد یا فلان بدبختی ها رو دور میکند، این اعتقادها نادرست است. لیکن خودش یک گیاهی خوشبوی است، هیچ گپی ندارد که انسان در خانهش استفاده برد. خیلی خوب. و ناخن گرفتن در روزی سه شنبه ممکن است و یا بعد از ساعت یک شب ساعت روزی سه شنبه ممکن است که ناخن گرفته سوال کردن؟ این به فکرم در زیر همون نوار روزی سه شنبه ناخن گرفتن جایز نیست یا هست گفته پرسیده بودن. گفتیم که باقی ندارد. شب میگیرد روز میگیرد هیچ گپی ندارد. در شریعت یعنی این مسئله های وسیع هست. شریعت تنگ نکرده است. اجازت هست. شب است روز است اجازت است.